به نام خالق هنر و هنرمند. یکی از تابلوهایی که تحت عنوان بازآفرینی دست به انجامش زدم و تصمیم گرفتم که خلقش بکنم این تصویر رو برای بار دیگر بعد از نقاش اصلیش که نقاش نامش هولمز هست و گویا انگلیسی هستن، تابلوی اسب سفید و زن ملاقات کننده است. وقتی که این تابلو رو کار میکردم به این نکته فکر میکردم که چقدر زیبا چند پلان صوتی توی این تصویر ما داریم که میتونه به بیننده ما منتقل بشه و من تمام تلاشم رو کردم که اون صدا از درون این تابلو بتونه شنیده بشه بعد از اینکه مردم رو میبینن. صدای ناموس کلیسا که از زمینه دور تابلو توی بک‌گراند کار هست، صدای باد تابستانی که داخل درخت‌های انگور و این باغ پشت این خانه پیچیده میشه، صدای مرغابی‌های سفیدی که در پس زمینه کار هست و خیلی آرام یک ظهر یا عصر تابستانی خیلی آرام رو روایت میکنه. زمینی که بعد از بارش یک باران صبحگاهی یا یک شبنم صبحگاهی خیس هست و جای سم حیوانات و ردپای حیوانات روی اون احساس میشه. علف‌هایی که دو طرف کار سرسبزی و خرمی رو به ما نشون میدن و اسب سفیدی که در کمال نجابت سرش رو پایین خم کرده، کمی شاید به خاطر طی مسیر خسته است ولی اون نجابت و اون صلابتش رو حفظ کرده. سگی که به آرامی کنار مهمان ایستاده و داره همراهی میکنه حضور و ورود مهمان رو به منزل، و زنی که با وقار کنار دری و منزلی خانه‌ای تقریبا قدیمی در کنار پیچکی ایستاده و در حال در زدن هست. صدای آرام سم هست، صدای آرام سگ همراه با این خانوم و صدای ضربه انگشت این خانوم به در که همه اینها رو من سعی کردم خودم لمس بکنم در حین کار تا زمانی که بیننده هایی که مردم عادی هستن تابلوی من رو میبینن با این قضیه ارتباط برقرار بکنن و پنجره‌ای که باز هست رو به بیرون، هوای تازه بیرون و صداهای بیرون رو جذب میکنه به همراه چند عدد گل سرخ زیبا که زیر پای این مهمان که برای ملاقات آمده به عنوان خوشامدگویی و همچنین به عنوان یک ترکیب بصری در فضایی که از رنگ‌های سبز و اوک زیاد استفاده شده و همچنین رنگ سبز آبی در یک تکامل رنگی و یک هارمونی رنگی بسیار بسیار زیبا ایجاد می‌کنه. جالبه بدونید که من در آخرین لحظه این گل‌های سرخ رو اضافه کردم و وقتی که گل‌های سرخ رو اضافه کردم انگار که تازه این اثر متولد شد و اتفاق کامل کننده این تابلو افتاد و من اونجا بود که پی بردم به اطلاعات کامل آکادمی که این نقاش که برای بار اول این تابلو رو خلق کرده که چقدر رنگ‌ها رو روی اصول قرار داده. و این نکته در آخر اضافه بکنم به عنوان چرخش چشم در تابلوهای نقاشی که خیلی عنصر مهمی هست. اینجا اگر دقت بکنید نگاه اسب به سمت نگاه سگ و نگاه سگ به سمت حرکت دست زن هست که اصلی ترین پیام این تابلو رو روایت میکنه. باید عزیزان هنرمند توجه داشته باشن که تابلویی که کار میکنن باید پیامی داشته باشه و رسالتی داشته باشه و فقط به صرف زیبا کردن منازل انسان‌ها و لذت بردن نباشه. این پیام‌آور این تابلو در کنار اسب سفید هم آرامشی هست که در آن نشسته، صداهایی هست که من توضیح دادم و در انتها رهایی و آزادی رو در قالب در زدن به در یک خانه‌ای که از جلوی در اون خانه پیچک سبز با گل‌های سرخ سبز شده و رویده به بیننده انتقال میده. متشکرم.